سلام به همه دوستان، وقت و روزتون بخیر. اولین ویدیویی هست که دارم براتون ضبط میکنم. دوست داشتم که اول خودم رو معرفی کنم. اسمم هداست، فامیلیم هندیه، 41 سال دارم. با همسرم و دخترم که 8 سال و نیم داره، 2 سال و نیم هست در استانبول زندگی میکنیم. قراره که به زودی بریم کانادا. من در ایران رشته مدیریت بازرگانی خونده بودم. 2-3 سال تو بانک کار میکردم. 11 سال کارهای بازرگانی و واردات یک شرکت رو انجام میدادم. کلا زندگیم زندگی کارمندی بوده. تو استانبول که کار نمیکردم. البته تا یه مدت پیش که خیلی اتفاقی مثل شما که الان نشستین اونور و دارین ویدیوی منو تماشا میکنین، منم با یه دوستی تو صفحه مجازی آشنا شدم. ویدیویی رو پخش میکرد که در رابطه با یک کار آنلاینی بود. دیدم این همون کار و بیزینسی هستش که من همیشه دنبالش بودم، ولی نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. شما خیلی از آدمایی که تو این دنیا زندگی میکنیم شاید همیشه دوست داشتیم برای خودمون یه کاری داشته باشیم، ولی ممکنه شما مثل من میترسیدین، محتاط بودین، نمیتونستین اعتماد کنین و اصلا اینکه بخواین یه کاری رو برای خودتون داشته باشین براتون ترس داشت. این بیزینس آنلاین میاد با آموزش‌های ویدیویی خیلی ساده، قابل فهم برای همه آدم‌ها تو سن‌های مختلف و گام به گام علم روز دنیا یعنی مارکتینگ آنلاین رو یاد میده. به ماها یاد میده که چجوری در پلتفرم‌های بزرگ سوشال مدیا مثل یوتیوب، پینترست، فیسبوک، اینستاگرام تبلیغات انجام بدیم و درآمد داشته باشیم. شما مگه مثل من همیشه دوست داشتین که کار خودتون رو داشته باشین، که دغدغه‌های کار کارمندی رو نداشته باشه، نخواین به کسی جواب پس بدین، همه چیزش دست خودتون باشه؟ بهتون پیشنهاد میکنم که در وبسایت من ثبت نام کنین و یا اسم و ایمیلتون رو برای من دایرکت کنین. 90 دقیقه وبینارهای رایگان برای شما فرستاده میشه. هر زمانی که دوست داشتین میتونین اونها رو تماشا بکنین. شاید شما هم مثل من، مثل هزاران نفر دیگه با دیدن این 90 دقیقه تونستن زندگیشون رو تغییر بدن. شاید شما هم بتونین اون زندگیتون رو تغییر بدین. البته باید بخواین که تغییرش بدین. در هر صورت امیدوارم که سلامت باشین. وقت و روزتون بخیر.